حضرت سفیان ثوری میگن که در مسئله نیت بسیار عذاب کشیدم. میگن ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی. یگان چیز در علاجش بسیار زحمت و عذاب نکشیدم مثل نیت. لانها تتقلب، چون که نیت که در قلب میشد قلب یافته میستم، یعنی قلب یقلب، چپه شدن، تغییر یافتن، چرخ زدن. نیت در مسئله اصلاح نیت عذاب کشیدم. میگم اینشونی در مسئله نماز شبم 20 سال در نماز تهجد عذاب کشیدم. خیلی یعنی تهجد میخوانم افته خواب میرید، خاصتا اون وقتا با بودیلنیک نبود، ساعتی منبه آگاه کننده نبود، نمیخیزید. فردا میگوید با میخیزم، نمیخیزید. یا مدتی معین نمیتونه دادم تهجد خونده. همین خیل 20 سال عذاب کشیدم. میگم 20 سال. مثلا اگر در 17 یا 16 سالگی شروع کرده باشم، یعنی 20 سال تا 36 سالگی مثلا عذاب کشیدیم. بعد 20 سال دیگه راحت کردم. الکی تهجد عادت شد. میگم عادت شد. بعد و یه راحتی خاص دارد، چون که در تهجد بنده از خالق لذت میبرد. اگر مثلا خوردن و نوشیدن، اینا یه مخلوق هستن. زن و فرزند و خانه و در و ماشین و اسب و اینا مخلوق هستن. مخلوق الله آفریده است. شما از این لذت میبرید. لیکن وقتی که از علم و از عبادت لذت میبرید، و لذت از خالق است. و فرقش عظیم است. فرق خالق و مخلوق است. 20 سال بعد راحت کردم. 20 سال عذاب کشیدم. یعنی برای فهمیش مردم درست کردن. و یک آدم هم مثلا به دنیا آمده است از یک پدر و مادری بینماز، از در یک محیط زیستی پر از دروغ و غیبت و کبر و فخر و دروغ و تهمت و یا آدمی نغز گنده میگوید، یا آدمی گنده بدترین شما تیلا میگوید. در همین بیئه با میگوید که چوه آدمی گنده تعریف کرده. گفته مثلا فرزندش اگر پرسد میگوید که تعریف نکنی نمیشده بچم، و تعریف نکنی بلا میمونی، و یه خوب نغز گفته میستی. گودگر این بچه هم همینه تعلیم میگیرد. یعنی در همین محیط زیست یک آدم به وای رسید است. خاصتا اگر 50-60 ساله شده باشد، در همین محیط زیست اصلاح شدنش باز در همین خیل محیط زیست دشوار است. اگر محیط اطراف همه آدم های پاک وجدان و خدا ترس و آنهایی که طبق دین عمل میکنن باشد، بله آهسته آهسته آدم تربیه یافته، فهمیشش هم درست میشد، عملهاش هم درست میشد، لیکن به یک عذاب و زحمت ها. لیکن اگر همین خیر رفیقای نیک نباشد و هم صحبتای خوب نباشد، آدم با همین اخلاق و با همین فهمیش و با همین عملهایش این دنیا را ترک میکنه. نسأل الله السلامة و العافیه.